خیلی ممنونم. تشکر میکنم از لیمان عزیز، تیم تصویربرداری از مهدی قاسمی، صدابردار درجه یکم، کوروش عزیزم نوازنده و تیم هیئت داوران از بچه‌هایی که دارن بک استیج تلاش میکنن. یک دست جانانه بزنید برای خودتون و من جنبندی بخش 20 مجری داشته باشم. خیلی ممنونم. میگن که آقای دکتر ایمانی، خانم دکتر علومی یزدی و استاد هاشم زاده عزیز، من معترفم که کار من جمله خطاست، معذورم از آن که بر بشر سهو رواست. ای منصف اگر توان بر اصلاح بکوش، بی عیب نبین مرا که بی عیب خداست. متشکرم. من دعوت میکنم از یک پدیده، از یک مجری 6 دانگ درجه 1 جوان و آیندهش رو نمیتونیم بگیم آینده دار، چون الان داره زندگی میکنه. مجری سمینار خود منم بود در شیراز و بسیار خوش درخشید. سرکار خانم ایلناز آریامنش رو تشویق بفرمایید. بستر مجری بخش 10 مجری برتر رو خانم ایلناز آریامنش. ایلناز بیا روی صحنه. بله، تشویقا ادامه دار باشه برای یک مجری درجه 1 کشوری خانم ایلناز آریامنش. خیلی ممنونم. قبل از اینکه تو سلام بکنی من خداحافظی کنم. آقا من با کدوم دوربین خداحافظی بکنم؟ اینجا. اولا که خیلی ممنونم که اجرای بنده رو دیدید. از هیئت داوران خیلی خیلی ممنونم. ببخشید اگه شوخی اسا ادبی بود. خیلی خوب بودی قربونتون مثل برم محمد. عالی عالی. متشکرم. داری کردی. بچه‌ها از محمد تشکر کنید با دست مهربانتون. متشکرم. این سبک اجرای من بود که آقای ناظم گفتم به همین ترتیب بریم جلو. برای بدرقه باید ببارمت بدرود، درون سینه مجنون بکارمت بدرود. برای لحظه های دیدار التماس دعا، به چشم های خدا میسپارمت بدرود. خدا نگهدار. خیلی ممنونم. متشکرم. استیج is yours خانم ایلناز آریامنش. خیلی متشکرم.